بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم و تربیه خانم ها یا درس و تعلیم خانم ها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم. طبعا وقتی که قرآن عظیم الشان نازل شد، یک چیزی را که باید ما و شما همیشه در نظر داشته باشیم، وقتی که در قرآن عظیم الشان یک امر میشه، گفته میشه که یا ایها الذین آمنو، اینجا وقتی که آیت قرآن نازل میشد که یا ایها الذین آمنو گفته میشد، ای مؤمنان، بنابراین در این مؤمنان زن و مرد کل زنا شامل است. یا وقتی که در آیت قرآن ما و شما میخوانیم که و اقیموا الصلاة، حالا ما و شما از نگاه عربی وقتی که برای خانم‌ها خطاب میشه اقیم نگفته میشه، برای مردها اقیمو گفته میشه، لکن او لفظ مؤنث وقتی استعمال میشه که مشخص خانم‌ها باشن. اما اگر مجموعاً خانم‌ها و مردها کلشان چی باشن؟ شامل باشن، ضرورت نیست که باز اونجا لفظ مؤنث استعمال شود یا مخاطب ای باشه. این حال هر زن مسلمان، حالا کس گفته نمیتونه، خیلی قرآن خود گفته که و اقیموا الصلاة، خیلی زنا چرا نماز بخوانه، و آتوا الزکات، اینجا چرا؟ به خاطر ازی که قانون زبان عربی همین قسم است. این حال صحابه، تابعین، تبع تابعین تا امروز ما شما میفهمیم که نماز سر زن و مرد مسلمان فرض است. وقتی که نماز فرض است، این حال روزه سر کلشان فرض است. کتب علیکم الصیام، نگفته علیکن، کتب علیکم الصیام. بنا اینجا چی شد؟ وقتی که علیکم گفته شد کلگی میفهمه که در اینجا تمام مردها و زنهای مسلمان شامل ازی هستند. خب آل وقتی که کلگی در این حکم الله متعال داخل هستند، آل الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قل بگو بر شانه رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا کسانی که علم دارن و کسانی که علم ندارن اینا مساوی هستن؟ طبعا مساوی نیستن، انسان عالم با انسان جاهل. اینا در این کلگی داخل میشه، زنهای عالم و مردهای عالم. وقتی که آیت قرآن در اول نازل میشه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، حالا که الله با قلم و از علم و از قلم و از قرائت صحبت میکنه، آیا این مشخص برای مردها هست و یا این برای امت است؟ این رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا در لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام نشر کرد، آیا اولین کسی که مسلمان شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین خدیجه کبری رضی الله عنها نبود؟ مادر ما و شما اولین کسی که مسلمان شد بیبی خدیجه بود. و اولین پیام که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد اول برای خانم خود آورد. و اولین شهیدی که در اسلام به خاطر اسلام جام شهادت نوشید و در تاریخ نامش نوشته است، آیا یک زن سمیه رضی الله تعالی عنها نبود؟ بناهن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات قرآن برای مردم بیان میکرد و این احادیث بیان میکرد، در مجالس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای درس و تعلیم و برای آموزش کل این خانم ها اشتراک نمیکردند. و یکی از حکمت های تعدد زوجات رسول الله صلی الله علیه و سلم، حکمت های بسیار زیاد داره و یکی از جمله حکمت های بزرگ ازی چی بود؟ یکی از حکمت های بزرگ ازی این بود که زنهای کهنسال، یعنی خانم های پخته سالی که شوهرش مرده، مثلا فوت کرده شوهر ازی و این خانم مثلا به شوهر نداره و کسی نداره، رسول الله صلی الله علیه و سلم به امرای این خانم های کهنسال ازدواج میکنه. علتش چی بود؟ علتش یکیش همین بود که این خانم ها برن و در مراکز تعلیمی و تربیوی بر دیگه خانم ها برسانن آنچه که در قرآن و در سنت است، بر کل از اینا برسانن. از این خاطر اولین کسانی که مثلا بسیار عالم و دانشمند بودن همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. یک وقت یک خانم خارجی مرا گفت که یکی از استادای بزرگ تو کی هست؟ امرای من در مسئله زن بحث میکرد. من گفتم یکی از استادای من یک خانم است. استاد خودت یک خانم است؟ من گفتم بله، استاد من یک خانم است. کی هستی خانم؟ من گفتم وقتی که من صحیح البخاری را میخوانم، صحیح مسلم را میخوانم، ابو داوود را میخوانم، ترمذی را میخوانم، این کتاب‌های صحاح سته و دیگه کتاب‌های سنن را میخوانم، در هر کدام از این روایات از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هست. بنابراین وقتی که از یک نفر حدیث گرفتی، درس گرفتی، یاد گرفتی، استاد تو میشه. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ادیب بود،
شاعر بود، فقیه بود، مفتی بود، عالم بود، حافظ قرآن بود. یعنی به سویه این علم و دانش داشت که وقتی که دیگر اصحاب کرام مشکل پیدا می داشتن، دروازه زیر تک تک میکردن و می آمدن از این پرسان میکردن که این مسئله حلش چطور است. ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها بر از اینا، چون یک فقیه بسیار بزرگ بود و در جمله کسایی که حدیث بسیار زیاد روایت کردن از راویای بزرگ حدیث است. آیا یک کسی که حدیث روایت میکنه، آیا یک کسی که فقیه میشه، آیا یک کسی که فتوا میده، این ممکن است بدون از اینکه علم و دانش داشته باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم همسران خود اینمی قسم حفصه رضی الله تعالی عنها، ام سلمه رضی الله تعالی عنها، ام سلمه حتی در مسئله سیاسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره میده. آیا یک خانمی که در موضوعات سیاسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره میده، این بدون علم و دانش میتونه شده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش گفته شد در اون مسئله که میخواستن برن به بیت الله شریف، وقتی که اونجا برش گفته شد که حال فعلا رسول الله گفت امسال نمیریم با سال آینده میریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد که برین سر مویایتان کم کنین. اینجا بسیاری صحابه گفتن که ما اینجا چه قسم ایره قبول بکنیم؟ ما خب برای حج آمده بودیم، آماده قربانی هستیم، خود قربان بکنیم و خود بکشیم، آماده هستیم دیگه. چرا ما مثلا حالا سر خود مویای خود پیش ازی که بریم اونجا و طواف کنیم پیش از اون ما سر خود کل بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و بسیار جگرخون شد، داخل خیمه شد. در اونجا ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها بود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها برش گفت که رسول الله صلی الله علیه و گفت که من بر از اینا میگم که سرایتان کل کنین، برین دیگه، خدا از احرام خلاص کنین. اگر این کار نکنن بسیار مشکل کلان پیدا میشه، امر الله و رسولشه. او برشان گفت، برش مشوره داد، گفت که اینا تو فکر میکنم که البته خودت ایگه به حساب دلسوزی بر از اینا میگی، اما یا نمیفهمن که امر قاطع الله هست و رسولش است. از این خاطر ای رسول الله صلی الله علیه و به خاطر که اگر میخوای که مشکل حل شوه، برو در بیرون خودت سلمان بخوای و سرت مویایت کم کن، باز مردم میفهمن که امر قاطع هست، دیگه کسی مخالفت نمیکنه. و واقعا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و بیرون رفت و اونجا رفت و سر خدا کم کرد، کلگی صحابه سرهای خدا کم کردن و مویای خدا کم کردن و به این شکل همون مشکل ختم شد. بناهن این زنهایی که حتی یک تعداد خانم ها گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و همیشه شما با مردها درس میدین، ما اشتراک میکنیم، لکن ما خوش داریم که یک حلقه درسی خاص داشته باشیم که برای ما درس بدین. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان وقت تعیین کرد و اونها را تعلیم و تربیت کرد. بناهن زنهایی که صحابیات اگر ازواج مطهرات هستن و اگر دیگر صحابیات هستن، اینا کلشان علمای بزرگ عصر خود بودن و اینا کلشان درس خواندن، قرآن خواندن و سنت خواندن. چرا اینا قرآن خواندن و سنت خواندن و در طول تاریخ این خانم ها تحصیل کردن؟ آل علما در قسمت درس علوم میگن که یکی فرض عین است و یکی فرض کفایی است. آل بسیاری مسائلی که مثلا فهمیدن عقیده، فهمیدن نماز، فهمیدن احکام عبادات، این خب فرض عین است سر کلگی. وقتی که سر یک کس نماز فرض باشه، آل باید حکم از رو بفهمه که چی فرض است، چی واجب است، چه قسم موضوع میشه. پس این احکام یا فهمیدنش یا گرفتنش ای بالای این خانم ها فرض است. این مکلفیتشان است که باید ایده یاد بگیرن و مسلمان ها باید امرای از اینا در این راستا کار بکنن. از این خاطر اینجا فرض است. در سایر علوم دیگه که مثلا علوم کفایی است، مثلا کامپیوتر، ساینس، طب، انجینری دیگرها، اینا که فرض عین هستن، اگر یک تعداد مردم میرن مثلا در اونجا تحصیل میکنن، از گردن دیگرها ساقط میشن. و در قسمت از این خب بسیاری چیزا هست علماء قاعده میتن. چی میگن در این قاعده علما و فقها؟ میگن ما لا یؤدى الواجب الا به فهو واجب ایضا. او چیزی که بدون از او یک واجب انجام داده نمیشه، او هم واجب است. مثلا آل نماز واجب است، فرض است. چیزی که فرض است، اگر یک چیز دیگه وضو که بدون این فرض نماز، بدون واجب نماز، بدون وضو نماز نمیشه، پس وضو هم چی است؟ فرض است. این حال اگر یک کس این فرض انجام نده، در مقابل از او چی میشه؟ در مقابل از او در حقیقت انسان چی شده؟ نمازش نمیشه. حالا مثلا بسیاری وقتا ما در جامعه انسانی وقتی که در جامعه زندگی میکنیم، در این جامعه که مسلمان ها هستن،
آیا موجودیت دکتر مسلمان، میم از طب شروع میکنیم، در موجودیت یک دکتر مسلمان، زن مسلمان فرض است یا نیست؟ به خاطر اینکه خانم‌های ما را، دخترای ما را، خواهرهای ما را اینا مثلا چی کنن؟ تداوی بکنن و حتی تا سرحد عملیات بکنن، معاینه بکنن، التراساوند بکنن. این مثلا خب آل وقتی که ما و شما اگر یک خانم میخواهیم که یک خانم مسلمان، یک خانم دیندار التراساوند بکنن، معاینات تلویزیونی ما و شما میگه، آیا اگر امی دختر ساینس یاد نداشته باشه التراساوند یاد میگیره؟ اگر این خانم یا این دختر اگر مثلا ساینس و علوم ساینسی و ریاضی و یاد نداشته باشه، این میتونه که مثلا در پوهنتون موضوعات طبی رو بخونه؟ خیلی وقتی که دکتر زن فرض است که در یک جامعه باشه، برای تطبیق از این هم فرض است که باید دکتر زن تربیت شوند. این حال وقتی که دکتر زن بدون ساینس و تکنولوژی پیشرفته تربیت نمیشه، مکتب‌هایی که در اونجا ساینس و تکنولوژی باشه، این هم فرض است در جامعه که باید باشه. در غیر از او فرض میمانه. یعنی اگر کسی مثلا در یک جامعه خانم‌های نیستن که در بخش طبی کار بکنن، ساینس بخوانن، طب بخوانن، نرس زن باشه، دکتر زن که دندان مثلا تکلیف دندان خانم ها می باشه، یا مسائل ولادی و نسایی می باشه، یا مریضی های دیگه می داشته باشن و این خانم بره عورت خود در مقابل یک مرد کشف بکنه، آیا اینجا گناهگار نمیشیم؟ ما گناهگار میشیم، در گناه کبیره داخل میشیم وقتی که ما همین قسم خانم ها را تربیت نکنیم. بنابراین این بالای ما واجب است، بالای ما مردها، که برای خانم ها زمینه تحصیل و تعلیم آماده بکنیم. این که تحصیلات دینی و اسلامی هست، در پالوی ازی تحصیلات ساینسی و تکنولوژیک، ضرورت های جامعه که بدون از او جامعه پیش نمیره. این جامعه وقتی که هست، بنابراین به اینجا ضرورت است به ما دکترهای و متخصصین و مسلکی. آلی این مکتب دخترها رو که ساختیم، بر از یا معلم ها کار هست یا نیست؟ پس باید بر از چه قسم معلم تربیت شد؟ پس وقتی که ما پوهنتون، فرق بین اسلام و فرق بین دیگران در یک نقطه هست. فرق بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها در چی است؟ که از مسلمان ها پوهنتونش و مکتبش باید مطابق شرایط اسلامی باشه. این حال وقتی که شرایط اسلامی هست، اسلام ما میتونیم که مثلا برای ازنا شرایط با شرایط اسلامی اینا رو برشان مثلا مکتبشه، پوهنتونشه و کلش جور بکنیم. وقتی که ما تعمیل داشته باشیم بچه اونجا درس بخونن، نمیتونیم که نصف روز دخترها بره اونجا درس بخونن و نصف روز پسرها درس بخونن. نصف روزی که دخترها اونجا درس میخوانن، وقتی که دختر در داخل پوهنتون داخل شد، داخل مکتب داخل شد، از رئیس پوهنتونش تا معاونش تا کارمنداش، استاداش، کلش خانم ها باشه، باز اینجا مسئله حجاب مطرح نمیشه. اگر این خانم در داخل پوهنتون که کلش خانم ها هست، خانم ها خودم قابل دیگرایشان که باز اونجا بالا از حجاب نیست. حجاب خود میدونن دروازه که می در محتر اونجا سرش حجاب فرض است. وقتی که در بین داخل پوهنتون شد و هیچ مرد اونجا نباشه و ما زمینه را برای اون مساعد بکنیم، چرا این خانم مثلا با چی مانعی می باشه از نگاه اسلامی؟ اگر در یک مکتبی که مثلا میرید اون مکتب که مدیره مکتب، معاونه مکتب، سرمعلم مکتب، کارمندای مکتب، کتابخانه مکتب، کل از اونها خانم ها هستن و تربیت شده اند، حالا چی مشکل پیدا میشه که ما مثلا در این راستا تو مکتب نداشته باشیم؟ پس اینجا یعنی زمینه ساختنش بالای ما مسلمان ها وقتی که چون این علم فرض شد، تعلیم و تربیت از اینا فرض شد، واجب شد و بدون از این ما گناهگار میشیم و در گناه داخل میشیم. بنابراین اینجا چی گپ هست؟ اینجا باید زمینه را مساعد بسازیم و زمینش بسیار آسان است. ما میتونیم که سالانه 1 لک زن فقط از طریق اینترنت، آل در هر خانه تلفن است، اگر همین تلویزیون ها، یک تلویزیون در بخش تعلیم و تربیت درس ها را بسیاری درس های یک پهنزه اونجا انتقال بده، به لک ها نفر میتونن، ما میتونیم سالانه 1 لک معلم در خانه تربیت بکنیم. حتی در خانه های خودم زمینه را پیدا میکنه. وسایل تکنولوژی هست، میشه در پوهنتون، میشه مثلا در خانه، میشه از طریق اینترنت، میشه از طریق بعضی از تلویزیون های تعلیمی و تربیوی. به این شکل این واجب ادا شود.
اگر ما میم از نگاه اسلام سیل میکنیم، الله برای ما میگه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. او خانمی که دیندار است، متدین است، با علم است، با دانش است، در خانه برای اولادهای خود تربیه میکنه و اونا را تعلیم میکنه و اولین مدرسه مادر است. آیا این مادر با یک مادری که هیچ چیزی را نمیفهمه و حتی خودش نماز خدا یاد نداره، روزه خدا یاد نداره، از سواد نداره، مثلا نوشته کرده نمیتونه، خود هیچ چیز در خانه مثلا وظایف خود انجام داده نمیتونه. پس ضرورت است و ضرورت نه که بلکه این بالای ما فرض و واجب است از دیدگاه اسلامی و این واجب و فرض خود باید هر مسلمان در نظر داشته باشه و ما باید اسلام از قرآن بگیریم و ما باید اسلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت از اونها خانم ها چقدر با تعلیم و تحصیل بودن، چقدر خانم های دانشمند بودن و حتی همسرای رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.